من اگر بخوام از دخترتون خواستگاری کنم، شما چه ملاک‌هایی رو واسه ایشون در نظر میگیرین واسه ازدواج؟ اول اینکه خسیس نباشه، بچهش نباشه، از مالیش هم خوب باشه، خوش اخلاق باشه دیگه. خونه و ماشین حتما داشته باشه. اگر خیلی آدم خوبی باشه ولی خونه و ماشین نداشته باشه چی؟ نه، چرا؟ چون دخترم خب خودش چون تو رفاهه دیگه، از دخترم که نمیتونه کمتر باشه دیگه. خب اگر دخترتون مثلا اون شخص رو دوست داشته باشه چی؟ نه، کسی که از لحاظ اخلاقی کامل باشه، تمام خصوصیات رو داشته باشه، ولی لحاظ مالی معمولی باشه، یعنی خونه نداشته باشه ولی یه شغلی داشته باشه، یه ماشین داشته باشه. و یک شخصی هم که خیلی پولدار باشه ولی از لحاظ اخلاقی اون شرایط رو نداشته باشه. کدومش انتخاب؟ با اخلاق مهمتره، ولی خب پولم خیلی مهمه. مهریه چند تا در نظر میگیرین واسه دختر؟ مهریه تا بتونم خونه. مهریه یا تقسیم اموال؟ تقسیم اموال. اگر اون بنده خدا یکی از ملاکاش این باشه که همسرشون پا به باشون کار بکنن، شما به عنوان مادر عروس قبول میکنین اینو؟ آره. چرا؟ با کار کردن مشکل ندارین؟ نه، الانم داره کار میکنه دخترم.